روز 19 فوریه در یک اعتراضی سӯфиён در شهر تهران برخورد به عمل آمد که در آن به گفته پلیس ایران 3 کس کشته شد. رسانه‌های دولتی میگویند افسران پلیس در نتیجه حمله اعتراضگران زیر چرخ اتوبوس هلاک شدند. به قبل مقامات پلیس با گاز اشک‌آور و تیر سیلو پیروان رویه صوفی قانوادی را که با اسم درویش یاد میشوند پراکنده کرد. طبق گزارش‌های رسیده اعتراضگران تقاضا داشتند که یکی از پیشوایان آنها از بازداشت رها شود. من از همکارم هومن عسکری که این موضوع را پیگیری دارد خواهش کردم که قضیه را شرح بدهد. البته باید بگم که 3 پلیس ابتدا اعلام شد که کشته شدند، بعداً اعلام شد از سوی یکی از مقام‌های ارشد نیروی بسیج که 2 تن از نیروهای بسیج هم کشته شدند. گویا یکی از اینها بعد از اینکه یک خودرو به سمت نیروهای امنیتی حمله کرد از اون طریق کشته شد و یکی از اینها همونطور که اعلام کردند به ضرب چاقو کشته شده. یعنی به این ترتیب جمع کشته شدگان به 6 تن میرسه. 5 تن از نیروهای امنیتی و یکی از همون در واقع اعضای درویش ها که اینطور که نیروهای امنیتی و مقام ها اعلام کردند کسی بوده که اتوبوس رو هدایت میکرده. گرچه این تکذیب شده، یعنی سخنگوی دراویش که با ما صحبت کرد این مسئله رو تکذیب کرد که شخص بازداشت شده و شخصی که کشته شده همون کسی بوده که رانندگی اتوبوس رو بر عهده داشته. من از هومن عسکری میپرسم که حکومت جمهوری اسلامی ایران رویه درویشان را اعتراف نمیکند و صدها نفر آنها را بازداشت نموده است. سبب در چیست که این مخالفت مسحول صورت میگیرد؟ اونطور که اعلام شده نیروهای امنیتی و مقام‌های جمهوری اسلامی تایید کردند که دست کم 300 تن از کسانی که در خیابان درگیر شده بودند با نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یعنی این تا این بخش تایید شده هست. اما دلیل این بازداشت اونطوری که نیروهای امنیتی میگن اخلال در همونطور که همیشه گفتن اخلال در امنیت عمومی هست و درگیری با نیروهای امنیتی. اما حالا اینکه تایید بکنن یا تایید نکنن، بله تایید شده. اونچه که تایید شده تا به امروز همونطور که خدمتتون عرض کردم 6 تن کشته هست و بیش از 300 تن بازداشتی. تفصیلات این خبر را شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org بخوانید و در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید.